7 راهی حل یک همیان خالی. شهرت بابل سال تا سال کم نمی شود. در گذشته سالها شهرتش به عنوان ثروتمندترین شهر دنیا و خزینه‌هایش به عنوان افسانه به گوش ما می رسد. ولی بابل از ابتدا اینطور نبود. ثروت بابل نتیجه دانش مردمانش بود. آنها در ابتدا آموختند که چگونه ثروتمند شوند. وقتی پادشاه شایسته بابل سرگان پس از شکست دادن دشمنانش به بابل بازگشت، با وضعیت جدی روبرو شد. صدر اعظم، سروزیر دربار، شرایط را این گونه برای پادشاه شرح می‌دهد. پس از سالهای شکوفایی و رونق برای مردم که از طریق ساخت کانال‌های انتقال آب و معبدهای پرحشمت با تدبیر شما اعلیحضرت صورت گرفت، اکنون که این کارها به پایان رسیدند به نظر می رسد که مردم نمی توانند خودشان را تأمین کنند. کارگرها بیکار شدند، بازرگانان شتر ندارند، کشاورزان قادر به فروش محصولاتشان نیستند و مردم پول کافی برای غذا ندارند. پادشاه پرسید: ولی آن همه طلاهایی که ما برای انجام این پیشرفت‌ها خرج کردیم چی شد؟ صدر اعظم پاسخ داد: فکر میکنم که آنها به جیب گروه از ثروتمندان شهر در آمده است. ثروت به سرعت شیری بوزه که از صافی میگذرد از انگشتان اکثریت مردم چکیده است. حالا که جریان گردش ثروت متوقف شده، اکثری مردمان هیچ راهی برای ادامه درآمدشان ندارند. پادشاه مدتی به فکر فرو رفت و سپس پرسید: چرا باید چند نفر قادر باشند که تمام ثروت را از آن خود کنند؟ چون آنها چگونه به دست آوردن آن را می‌دانند. صدر اعظم پاسخ داد: او نمی‌تواند شخصی را به خاطر دانستن راه موفقیت سرزنش کند. همانطور که یک انسان عادل هیچگاه ثروت کسی را که صادقانه آن را جمع آوری کرده است از او نمی‌گیرد تا به افراد ناتوان‌تر بدهد. پادشاه پاسخ داد: ولی چرا نباید همین مردم یاد بگیرند که چگونه برای خود ثروت جمع کنند و ثروتمند و کامیاب شوند؟ این کار عمل است عالی‌جناب، ولی چه کسی میتواند به آنها یاد دهد؟ مسلماً روحانیان نمیتوانند، چون آنها چیزی در مورد ثروت ضایع نمیدانند. پادشاه پرسید: صدر اعظم، یگان کسی در شهر هست که بهتر از همه راه ثروتمند شدن را میداند؟ صدر اعظم پاسخ داد: سوال شما خودش پاسخ خودش را می‌دهد. اعلیحضرت، کی بیشترین ثروت را در بابل دارا می باشد؟ خوب گفتی صدر اعظم. توانایی من ارکد است. او ثروتمندترین مرد بابل است. او را فردا نزد من بیاورید. فردای آن روز همان گونه که پادشاه دستور داده بود، ارکد سرفراز و خوشحال پس از 3 سال آزمایش و 10 سال دیگری کار روبروی پادشاه حاضر شد. پادشاه شروع به صحبت کرد: ارکد، آیا این درست است که تو ثروتمندترین مرد بابل هستی؟ همین طور میگویند اعلیحضرت و کسی هم این کارش نکرده. تو چه طور اینقدر ثروتمند شدی؟ با استفاده از فرصت‌هایی که برای تمام اهالی شهر خوبمان فراهم است. تو چیزی برای شروع نداشتی؟ فقط تصمیم بزرگی برای ثروت بجز از این هیچ. پادشاه ادامه داد: ارکد، شهر ما در وضعیت ناخوشایندی قرار دارد، زیرا فقط افرادی کمی هستند که می‌دانند چگونه ثروت جمع کنند و آن را انحصاری کردند، در حالی که بسیاری مردم ما نمی‌دانند که چگونه قسمت از ثروتی را که به دست می‌آورند نگاه دارند. تصمیم من این است که بابل ثروتمندترین شهر دنیا شود. بنابراین باید شهری شود که اکثر مردم آن ثروتمند هستند. بنابراین ما باید به همه یاد دهیم که چگونه ثروت جمع آوری کنند. به من بگو ارکد، آیا راز برای جمع آوری ثروت وجود دارد؟ آیا امکانی آموزش این راز هست؟ این کار عمل است عالی‌جناب. مطلبی را که یک شخص می‌داند می‌تواند به دیگران نیز آموزش داد. چشمان پادشاه درخشیدند. ارکد، تو حرفی را میزنی که آرزو داشتم بشنوم. آیا امکان دارد که تو این کار را بکنی؟ آیا می شود تو این دانش را در مکتب به معلمان بیاموزانی تا آنها هم به دیگران بیاموزانند، تا زمانی که افرادی آموزش دیده آنقدر زیاد شوند تا بتوانند این حقایق را به هر موردی شایسته در سرزمین من آموزش دهند؟ ارکد تعظیم کرد و گفت: من خدمتگزار حقیر شما هستم اعلیحضرت. هر دانشی که دارم
برای بهبودی افزای هم‌میهنانم و شادمانی پادشاهم به خوشحالی در طبق اخلاص می‌گذارم. اجازه دهید تا صدر اعظم شایسته شما صنفی 100 نفره را برای من ترتیب دهد و من به آنها 7 عامله که همیان را پر از پول می‌سازد آموزش دهم. 2 هفته بعد مطابق دستور پادشاه 100 نفر انتخاب شده در تالار بزرگ معبد آموزشی جمع شدند و در محفل‌های رنگارنگ به صورت نیم دایره نشستند. ارکد پشت میز نشسته بود که روی آن چراغ موقوف که بوی عجایب گوارا و شادی بخش میداد قرار داشت. ثروتمندترین مرد بابل را ببین. یکی از دانش آموزان به بغل دوستی خود زده و در گوش او گفت او هم مثل بقیه ماست. ارکد شروع کرد: به عنوان فردی مطیع و وظیفه شناس در برابر پادشاهمان، من در خدمت ایشان در برابر شما ایستادم. من زمان جوان فقیر بودم که به شدت تصمیم به کسب ثروت گرفتم و چون دانش به دست آوردن آن را به دست آوردم، او از من خواست تا آن را به معلومات شما بگذارم. من ساخت آینده خود را در سخت‌ترین شرایط ممکن شروع کردم. هیچ فرصت نه مثل شما نه مثل هیچ شهروند دیگر در بابل نداشتم. اولین انبار خزینه من یک همیان پول خالی بود. من از خالی استفاده بردن آن بیزار بودم. تصمیم گرفتم که آن پر و کامل شود و تله‌های درون آن جرین جرین صدا دهد. بنابراین به دنبال هر علاج برای جیب خالی خود گشتم. 7 راه پیدا کردم. اکنون برای شما که در برابرم هستید میخواهم این 7 قاعده برای یک همیان خالی را توضیح دهم، همانطور که به همه کسانی که به دنبال ثروت بیشتر بودند پیشنهاد کردم. برای 7 روز هر روز یکی از 7 راه قانونهای مذکور را به شما توضیح میدهم. با دقت به دانشی که در اختیار شما میگذارم گوش دهید. مطالب را با من مباحثه کنید. آنها را بین خودتان به بحث بگذارید. درس ها را صادقانه یاد بگیرید تا خودتان نیز دانه های ثروت را در همیان خود پرورش دهید. ابتدا باید هر یکی از شما شروع به ساخت آینده خود کند و فقط آن زمان که شایسته شدید آنگاه می توانید این حقایق را به دیگران بیاموزانید. من باید با روش‌های ساده به شما بیاموزم که چگونه همیان خود را پر کنید. این اولین گام برای رسیدن به معبد ثروت است و هیچ کس نمی تواند به قله برسد مگر این که پایش را روی اولین پل درست بگذارد. حالا باید اولین قاعده را بررسی کنیم.